عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. مالک ابن ربیعه میگه وقتی که ما در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودیم، یا مرد اومد از قبیله بنی سلمه، گفت که یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما. یا رسول الله یگام نیکی پدر و مادر دیگه باقی مانده است بعد وفاتشان که نیکی کنم براشان؟ قال نعم، گفتم که آره، یعنی نیکی های پدر و مادر برگرداند باقی است. الصلاة علیهما، نماز جنازه بر ایشان. و کلمه صلات کلمه عام است، یعنی دعا را هم در بر میگیره. دعا اصلی نماز جنازه این دعا هست. در تکبیر سیوم دعا کرده میشه، دعای دور و دراز، بنابراین صلات گفته شد یعنی دعا. الصلاة علیهما، در حق پدر و مادر دعا کردن. و الاستغفار لهما، استغفار پرسیدن در حق آنها، یعنی از الله تعالی استغفار میپرسید که الله پدر و مادر مرا مغفرت کن. هر شب و روز در نمازها، بعد نماز، پیش از نماز، علل خصوص اگر وفات کرده باشن. ولی استغفار لهما، استغفار در حق پدر و مادر. و انفاذ عهدهما، اگر عهد داده باشن و یگان کس عهد دادن که من همین عمل را اجرا میکنم، اما عهد اجرا کنید. پدر سخن کردن ولی اجرا نکرده از دنیا گذشتن، شما اجرا کنید. این نیکی به پدر و مادر است. و صلة الرحم التي لا توصل الا بهما، نیکی کردن به خویشاوندان پدر و مادر، علل خصوص به فرزندای پدر و مادر. اون امروز بسیاری از مردم با برادرانشان ناگپی هستند، با برادر خودش ناگپی هست. او پدر و مادر که در دنیا بودن به یک زور و به یک نازوری و به یک معامله و روی خاطری پدر و مادر یا معامله میکردند. وقتی که پدر و مادر که از دنیا گذشتن، دیگر نه خواهرش را شناخته است و نه برادر و نه دادر را. این البته بدی به پدر و مادر است. اگر خواهید که بعد وفات پدر و مادر هم به پدر و مادرتان نیکی کنید، خویشاوندان پدر و مادر، علل خصوص فرزندای پدر و مادر که برادران و خواهران خودتان حساب میشد، با آنها معامله نیک کنید، رفت و آمد کنید. و اینچنین با برادرانش و خواهران پدر و مادر، یعنی عمه های و عمک ها، تقاهای و خاله ها، چون که این صله رحم هست، با آنها. و اینچنین با دوستان پدر و مادرم. کسی اگر دوستی پدرتان بود، بعد وفات پدرتان اگر اما آدم بینید، حرمت کنید، گویا که پدری خودتان را حرمت کردید. علل خصوص شخصی که پدرتان با وی دوستی میکرد یا استاد پدرتان بود، اونها را باید احترام کنید. این حدیث در ادب المفرد هم امام بخاری و ابن ماجه با لفظ الدعاء لهما آوردن. این سند از مقال خالی نیست، سندی که حدیثی که با لفظ الدعاء لهما آمده. اما لفظی که ما خواندیم این در ابو داود است، این صحیح است. در حدیث ابو هریره هم آمده است که ترفع للمیت بعد موته درجاته، بعد میت از دنیا گذشتن درجهش بالا برداشته میشد. فیقول ای رب ای شیء هذه، اون بنده میگه که پروردگار این به کدام خاطر است؟ فیقال ولدک استغفر لك، فرزندت در حق تو استغفار پرسید. فرزندت دعا کرد که الله گناهی پدر و مادری مرا بخش، گفته دعا کرد، به خاطر همون دعای فرزندت این مکافات برای تو است. امام بخاری در کتاب ادب روایت کردن با اسناد حسن.